الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، دوستان عزیز، امیدوارم که هر جایی باشید تندرست و لباس عافیت در بدن داشته باشید. یک چند روز قبل ما موضوعی داشتیم و اطراف احترام و آداب کلین ها نسبت خسور خوشتومن ها صحبت کردیم و در اونجا خیلی نصیحت ها و توصیه ها دادیم برای خواهرانی که کلین میشوند و چه معامله باید با خسور و خوشتومنشان داشته باشند. امروز ان شاء الله عکس این موضوع رو خواستیم صحبت کنیم. یعنی امروز ما نصیحت و توصیه میدهیم برای خوشتومن ها یا خسور و خوشتومن ها نسبت کلین های خود. در اصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. متفق علیه. ایمان ندارد یا ایمان نآورده است اما شخصی که آن چیزی را برای خود دوست می‌دارد و اما برای برادرش دوست نمی‌دارد. یعنی این حدیث چی تعلق دارد بر این موضوع؟ هر مادری که دوست می‌دارد که دخترش در خانه خسور و خوشتومنش خوشبخت باشد، دوست می‌دارد که خسور و خوشتومن همون دخترش ظلم و ستم نکند، اما این معامله را با کلین خود نمی‌کند، پیامبر گفتن ایمانش ایمانی کامل نیست. وقتی که یک دختر خانه ما به حیث و به عنوان یک کلین میآید، برادران، پدران، مادران عزیز، فراموش نکنیم که اون دختر برای ما امانت هست، در خانه ما مهمان هست. اون دختر پدر و مادر و برادر و خواهر و خویش و اقارب خود را ترک کرده خانه ما آمد. برای چی آمد؟ به خاطر که یک زندگی خوش شود. به خاطر آمد که پگاه نزد دوگانگان خود، نزد خویش و اقارب و پدر و مادر خود گردن بلند کنه که من هم زن هستم و من هم بالاخره کلین شده خانه فلان کس خدمت میکنم. و متاسفانه وقتی که زیادی از مردم باور کنین وقتی که کلین خانه می آید گمان میکنن که یگان کنیز هست، این یک غلامه هست، حقی گپ زدن ندارد، حقی یک چیز را اختیار کردن ندارد. همون وقتی جاهلی در چیزایی بود غلامه ها حق نداشتن که در معرکه ها بشینن، در لب دسترخوان بشینن. بعضیا متاسفانه این چنین فکر میکنن و این چنین عقیده دارن. دختر وقتی که خانه می آید، هر کس که ایمانی به الله و بر رسول دارد، هر کس که بر اسلام ایمان دارد، اسلام این گپ یگان داملو نیست. اسلام میگه که دختر وقتی که کلین میشود در یک خانه، اولین حقی که بالای اون دختر هست حق شوهرش است. دختر باید کوشش کند که خب شوهرش را از خود راضی کند. اما خدمت پدر و مادر شوهر را کردن این از جمله لطف و کرم همون دختر هست. وقتی که لباس خوشتومن میشود، لباس خسور را میشود، الله گفتم در اون درسی گذشته گفتم خداوند اون دختر را برکت میدهد. وقتی که خدمت حیورهای خود را میکند، در جواب باید که حیورها جزاک الله خیرا، خدا را برکت بده، یانگه گفتم مینداری کنن و سخنهای نرم بزنن. در این وقت بعداً برکت میشود. در این وقت بعداً همون اسلامی که ما و شما خود را اسلام میگیم همین برای ما و شما دلالت میکند. امروز یک برادر گفت که من خب یک ماشینه لباسشویی به همسر خود خریدم، هدیه کردم. وقتی که مادرم از این خبر یافت بسیار ناراحت شد و ما را ملامت کرد که مقصد هیچی بلاش نمیزد، به همون دست لباسش میشوشت. انا خیلی میگه دیگر جنگ و جنجال و طوفان بلند کردن. یک مدت کمی نگذشت میگه که دختری همین زنگ میزند، میگه مادر جان دامادت برای من یک ماشینه لباسشویی، همین استرال ماشینه هدیه کرد. در جواب مادر میگه خدا داماد من را برکت بده که بسیار یک کاری خیر کرد، در حق تو یک کاری درست کرد، الله اون داماد مرا امش دراز کند. نظر کنین که دوست می‌دارد که دامادش خوش معامله باشد با دخترش، اما دوست نمی‌دارد که فرزندش با کلینش معامله خوب داشته باشد. امروز هر یک بلا و هر یک بدبختی که در خانه‌های ما و شما میآید، کلین ها گناهکار هستند. یک چیز گم شد میگن همون کلین دزدید خانه آچش برد. یک گپ اگر پیدا شد میگن همین کلین خبر کشید. اگر یگان مصیبت اومد، یگان خواب ناخوبی اومد در حیات، میگن همین کلین ما با آچش جادو کردن. چی با فکر میکنم همین جادوگران یا پیش فال رفتن. یعنی نظر کنید که جای همین از جمله انصاف است، که جای همین دیگر از جمله ایمانداری. آخه امروز بعضیا فکر میکنن که همین 5 وقت نماز خواندی و روزه گرفتی و بالاخره روما رو در سرت پرت گفتی همین قطعی مسلمانی تمام میشه. البته اینها فرض هستند، لیکن وقتی حضرت شاعر میگه من آدم گفته هستی کله جنبان، چرا داری مزاج خلق حیوان؟ آخه تو وقتی خطاب آدم میگوی، خطاب مسلمان میگوی، چرا میگه مثل حیوان معامله داری؟ چرا تو رحم و شفقت نداری؟ آخه نظر کنین که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الراحمون یرحمهم الرحمن، آنهایی که رحم دل هستند به آنها الله رحم میکنه. با دختری مردم ظلم نکنین، به آنها را خوب سخنهای ملایم بزنین، بعضی عیبهاش ستر کنین. مادران عزیز، خداوند گناههای شما را ستر میکنه. بی عیب و بی کم بودی فقط الله هست و خلاص. همین خاطر بعضی وقت میبینیم و میشنویم که بعضی از خوشتومنها با اصطلاح همین روسا پرینسیپ درفتگان که بچه‌م همین زن باید سر بتیده. همین دختری که الکی بگیم چند فرزند داره، آخه حیات 10 سال و 20 سال حیات در همین شوهر گذرونید، امروز مثال خوشتومنش میگه که همین تا اگر سر بتی با من تر زنی نبود میتم. یعنی نظر کنین این که جو همین مسلمانی و جو همین رحمت است. همین خاطر با کلین ها مهربان باشید. ان شاء الله در همون خانه‌ای که رحم هست بین خوشتومن کلین و خوشتومن ها و خسرها کلین ها را رحمشون میخرن، در اونجا ان شاء الله برکت میشه، در اونجا فیض میشه. وقتی که انا نظر کنین که دو تا دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم در کلین های ابو لهب بودن،
یکی زنی عتبه، دیگر زنی عتیبه. دیگر به هیچ راه ابولهب به پیامبر صلی الله علیه و سلم ضرر نتونست رسانیده. و فرزندش یک روز گفت فرزندان من، اگر شما خواهید که من از شما راضی باشم، دختران پیامبر را طلاق کنید تا که پیامبر صلی الله علیه و سلم شرمنده شود. و آنها هر دو دختر پیامبر را طلاق دادند. وقتی که دخترهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد رسول الله آمدند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنان غمگین شد، حتی میگه چشماش پر از آب شد و گفتم دختران من، شما غمگین نشوید، من دعا میکنم که از شوهرای پیشینتان خداوند برای شما شوهرای خوب نصیب میکنه. یعنی نظر کنید هر آدمی که اگر کوشش میکند که دختران مردم را سر بتین فرزنداشون و پدر و مادر آنها شرمنده شوند، قسم به خدا شاگردهای ابولهب هستند. همون عمل ابولهب رو کردیدن که خداوند گفت تبت یدا ابی لهب و تب، خار باد و هلاک باد ابی لهب. به خاطر امروز دوست نمیداری که دخترت صد طلاق کنند، دوست نمیداری که ولو که دخترت اگر گپگردون هم باشه، میخوای که همون خسر خشتمانش عیبش ساتر کنند، شرمندت نکنند. بالاخره چرا این چیزا برای یک برادر و خواهر دوست نمیداری؟ به خاطر من میدونم که این سخنهای من شاید که به بعضی مادرها، به بعضی پدرها معقول نشوند، شاید آنها را یعنی غضبی کنند، لیکن هر چیزی که من گفتم از شریعت و از ایمان و از وجدان گپ زدم. من یگان چیز از نفسی خود نمیگم. شما نظر کنید که همین چیزهایی که من میگم یک بار در عقل و در همون ترازوی ایمانتون بمونید و از روی ایمان گپ زدین که کجای همین گپی من دروغ هست. البته من این سخنها متوجه به کلی مادرها نیستند. باور کنید بعضی خسر خوشتومن‌هایی هستند، بعضی خوشتومن‌هایی هستند که برای کیرین‌ها چنان مهربانند که باور کنید مادرش این گناه مهربانیش نمیکنه. بچه‌ش باور کنه خوب میکنه که کلیم خفا کردی، تو کلیم آزار دادی. اگر ببیند که کلیمش کمی پاگوش خیره هست، در راه بچه‌ش فریاد میکنه برای چی من کلیم این زل است. چنان یک معامله خوب دارن خداوند این زل زنکار برکت شمسه. باور کنید این از روی ایمان و از روی رحم شما هست. یک شخص میگه نزد پیغمبر آمد گفت یا رسول الله انی لارحم ان اذبح شاتا. گفت یا رسول الله من همین گوسفند رو کشته نمیتونم، از به خاطر که رحم میاد دلم میسوزه به همون. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت این رحم تها رحمک الله. وقتی که تو به اون رحم داشتی، الله به تو رحم داره. الله به تو رحم داره. یک نفر دیگه نزد پیامبر آمد صلی الله علیه و سلم، وقتی صحبت میکرد و نبیرگان پیامبر نزد پیامبر دوید آمدن صلی الله علیه و سلم. رسول الله اون رو برداشت و بوسهشون کرد و این مرد گفت که یا رسول الله من گفت 10 فرزند دارم و یک تاشم بوسه نکردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که وقتی خداوند رحم و شفقت را از دل تو گرفته باشد، اینجا من چی گناه دارم؟ یعنی تو بی رحم انسان بودی. وقتی که آدم ظلم میکند، وقتی که آدم کوشش میکند که کلینش بالاخره شرمنده شود، بالاخره فرزندشون رو طلاق کند، آبی یدش در چهرهش کنه پدر و مادر رود، این زیل آدم رحم و شفقت ندارد. آن نزد خداوند چه جواب میدهد؟ و این ظلم کردگید. به خاطر بعضی کلین‌ها میگن ما هیچ کس نداریم دیگه. هر عیبی میشه در سری ما هست، هر گناهی میشه فقط میگه ظلم میرسه که دعا میکنیم که خداوند و جز تو دیگر هیچ کس نداریم، انتقام ما را از همیناش خودت بگیر. باور کنید اگر خدا دعای ما را قبول کند، ای پدر و مادران محترم، الله اگر که غضبش بیدار شود، دنیا و آخرت ویران میشود. به خاطر ما طرفدار آن هستیم که هم کلین‌ها مهربان باشند نسبت خسر خوشتومن و هم خسر خوشتومن مهربان نسبت کلین‌ها باشند، یکدیگر را دوست بدارند، احترام کنند. این حیات مادران عزیز، خواهران عزیز، این حیات بسیار حیاتی کوتاه است. این حیات ارزنده آن نیست که ما یکدیگر را خفه کنیم، با قهرگی و با ظلم و با دشمنی و کینه و کدرت حیات بگذرانیم. حیات بسیار کم است. گر با هم بودیم ندانستیم قدر یکدیگر، گر با هم بودیم ندانستیم قدر یکدیگر، لذت دیدار را بعد از جدا گرفتیم. حالا بعد جدا میشویم، کلیم از پشت حیاتش میرود. باور کنید خوشتومن یک طرف میشود، یا اینکه خوشتومن بگیم یا کلیم بگیم، بعد آنها یکی از آنها فوت میکنن، از دنیا میگذرن. همین باور کنید وجدان و همین آدم عذاب میده. و به خاطر مادامی که زنده هستیم به خاطر یکدیگر باشیم. این روزها چی گپ مصیبت ها هست در عالم، چی گپ خبرها هست در کل عالم تنج نیست. دیگر همین مادرش در خانه جنگ و جدال بلند کرد. همون فرقا هم میشه در موبایل راه مادرست. اگر این طرف خوب باید میشود، طرفی باید شود مادرش آدم خوبی نمیشود. خطر که انصاف کنیم بیدار شدیم. مادران عزیز، خداوند این صحبت